سلام، استری هستم از گروه صنعتی آراد. هر از گاهی توی کارخونه ما میخوایم که برنامه HMI رو بدون اینکه سیستم داشته باشیم، کامپیوتر داشته باشیم، نرم افزار داشته باشیم، روی HMI دیگه بریزیمش. واسه این چیکار میکنیم؟ ما نیاز داریم به فایل PRP. فایل PRP رو حالا هم میشه از خود HMI لودش کرد، هم میشه ساختش. تو قسمت پنل میریم، build panel runtime package میزنیم. من حالا توی دسکتاپ یه PRP اینجا میذارم، اسمشو آراد 2 سیوش میکنم. فایل PRP ساخته میشه. حالا این فایل PRP رو میتونید قبلا داشته باشیدش، ساخته باشیدش و فقط روی یک فلش داشته باشیدش. بعد از اینکه فایل رو ساختیم، فلش رو میذاریم قسمت USB. اوکی. حالا یه قسمتی داره نوشته که توی پنل ستاپ update from file. من اینو میزنم. این دوتا PRP که من توی فلش ریختم اومده اینجا. اولش آراد 1 رو انتخاب میکنم. اوکی. فایل ریخته میشه روی HMI. حالا اگر OS شما قدیمی باشه ممکنه بیاد OS هم آپدیت کنه. اگرم که قدیمی نباشه مثل الان که داره آپدیت میکنه OS رو، برنامه راحت میریزه. خب من رانو که بزنم برنامه ریخته شد. حالا یک بار دیگه میخوام اون یکی فایل رو آپدیت کنم. آراد 2 رو این سری انتخاب میکنم. دوباره همون اتفاق داره میفته. اوکی. الان من اگه رانو بزنم میبینیم که برنامه‌ای که ریختیم روش تغییر کرده.